این چند تا ترفندی که میخوام بهت بگم سوال خیلیاتونه که موقع خرید و نصب دوربین سیم کارت فول باید بدونه تا بهترین انتخاب داشته باشی. با من بیا. اولیش برای انتخاب خود دوربینه که کیفیت لنزش متناسب با متراژ محیط خودت باشه که کل محیط رو پوشش بده و نقطه کوری هم برات نذاره. نکته بعدی برای نصبشه. قبل از اینکه دوربین سیم کارتی رو به برق بزنی، سیم کارت رو بذار داخلش و مطمئن باش که اینترنت و شارژ آزاد داشته باشه. نکته بعدی وقتی که میخوای دوربین تو به برق بزنی هیچ وقت به برق مستقیم نزن. حتما اول به یکی از این محافظ برقا بزن که اگر 1% نوسان برخورد به دوربینت آسیب وارد نشه و برقش رو نوسانش رو بگیره. نکته بعدی این که سیم کارتی که میذاری روی دوربینت با سیم کارتی که روی موبایلت از راه دور میخوای کنترل کنی هر دو با هم همخوانی داشته باشن، یا هر دو ایرانسل باشن یا همراه اول. ترجیحاً سیم کارت همراه اول بهتر جواب میده، ولی باز هم بستگی به اون محیطی داره که شما میخوای دوربینت اونجا نصب کنی. این چند تا نکته‌ای که بهت گفتم رو رعایت کن. قول بهت میدم که برای کنترل از راه دور و انتقال تصویر به هیچ مشکلی برنمیخوره.